بخیر. تا تو را از نو ببینم صبح زیبایت بخیر. درود و سلام خدمت شما بیننده های خدای پامان. انشالله چی میشه؟ گاهی به خاطر که یک چند دقیقه بشینیم و قصه کنیم و یک چند دقیقه لحظات ساعت ما با نام خداوند بخشنده و مهربان. شاعر میگه تاب آوردم شب دلتنگیم را تا سحر. تاب آوردم شب دلتنگیم را تا سحر. تا تو را از نو ببینم صبح زیبایت بخیر. تا تو را از نو ببینم صبح زیبایت بخیر. درود و سلام خدمت شما بیننده های عزیز یوتیوب چینل آذان افغانستان. باز من احمد زبیر طاهری با همکار خوبم صفت جان در خدمت شما خوبان قرار داریم. صبح وقت است آمدیم به پارک و گولایی پارک هستیم. اینجا هموطنان ما زیاد است، یک تعداد ورزش میکنه، یک تعداد نشسته هستن و اگر یادت شما هم باشد ما در رابطه به صحتمندی گفتیم. امروز آمدیم تا ببینیم چقدر هموطنان ما به صحت خودشان و ثروت خودشان توجه دارند و چیزی که ما و صفت جان دیدیم همه مردم بیشتر آمدن و تمرین میکنن و نرمش میکنن. این وطندار ما را دیدین که ریسپان میسه. سلام علیکم. خوب هستین؟ سلامت هستین؟ اسمتان؟ سیار جان بوده. سیار جان خسته نباشی و چطور است تمرین‌ها؟ خوب است دیگه، میگذره دیگه. تمرینای خوب است دیگه. سیار جان چه تمرین میکنی مثلا خودت یا تنها همین دوش صبحانه است دیگه، تمرین فری فایت است. ماشاءالله یکی از فری فایترها تحت نظر استاد الله محمدی از پنجشیر است. رخی است. نه خودت هم از پنجشیر هستی؟ نه خودم از پروان هستم. سرخ پارسا. سرخ پارسا است. قربان هستی. ورور جوړ هستی. بخیر هستی. در سرخ پارسا ما هم کمی قوم خیش داریم اینجا. خوشحال هستم. از این بگو که چطور است آمادگی ها؟ فکر کنم مسابقه داری چطور؟ والا دیگه مسابقه نه دیگه، آمادگی میگیریم با مسابقه خود آماده کنیم. آماده شوید دیگه بخیر. مسابقه شوید. بسیار خوب بسیار خوب. دو تا دوستای چطور است؟ بیاین شما سلام صبح بخیر. بیادر یا از تو دور میرن چرا؟ یا از ما سلام علیکم. خوب هستین؟ سلام علیکم. صبح بخیر. خوب هستی؟ اسم مبارک؟ عبدالله سروری. عبدالله جان خودت هم فری فایتر هستی؟ فری فایتر خونه هستم، صبحانه تمرین میایم. ماشاءالله این مثل ما از دیگه. ما یگام صبح میایم. غیر حاضری خو نداری؟ نه خیر نه. این عبدالله جان از مکه خوب است. اسم شما؟ سلام خدمت شما. شکیب احمد هستم. شکیب احمد جان. شکیب جان خودت هم تمرین میکنی یا مثل عبدالله جان هم تو می فقط ورزش صبحگاهی است؟ والا ما سه نفر بیادر یک طرف تو یک فری فایتر یک طرف دیگه. چون ما و عبدالله جان و زیار جان این طرف یعنی ما سه نفر خوب است ورزش ما از تو زیادتر. نه هر دوش خوب است دیگه. ما فقط به صحتمندی ما دواش میکنیم. چطور عبدالله؟ ما که میخوایم اگان جای برسیم این دیگه اگام میخواد که اگام تا قیفایت بگیره که اگان رشته قهرمان این تیم ملی اگان والا نه دیگه تو قهرمان میشی بیادر. ما و یا که هستیم در خطم و چی میگن در خط برابر است. خب مزاحم نمیشیم دیگه. تمرین خوب خوش داشته باشین. خوشحال شدیم همراهتان هم کلام شدیم. تشکر. سلامت باشید. خیر. قربانتان. صبحتان بخیر و تمرینای خوش. بخیر باشین. صفت جان است اینجا، دوستای دیگه هم هستن. چطور است یا بچه شما چطور؟ سلام علیکم. خوب هستی؟ بخیر صحتمند؟ چطور است؟ تو هم صبح وقت آمده دوش یا آمده چکر؟ نامت چی است؟ آرمان جان هم مثل ما و صفت دیگه امروز بدون هیچ چیز هم تو آمده چکر بزنه پارکنه. موفق باشی آرمان جان. تشکر. برو بخیر باشی. صفت بیا بریم به طرف میدانا را ببینیم. اوه سحر بخیر. استریم سے جوړ خیر کراریده. کم جن راغلی دا خو اجازه ته نشته کړه. کم تلویزیون والا است؟ مونږ د آذان افغانستان ویو د چینل یوټیوب نه. تاسو څنګه یاست؟ جوړ یاست؟ لکه چې ورزش نه لاغلی څنګه؟ نه دلته شوباش یم. شه ته شوباش یې ډیر شه دا مسئولیت لري چې دلته شوباش دلته ته محافظ یې څنګه؟ او محافظ یم دلته. شه ډیر شه
دا چې ولې اجازه نشته چې خلک براسي دلته مونږ خو د آذان افغانستان یوټیوب چینل دلته ورته نشته اجازه نشته دې شنه اجازه نشته شه او مسعود لري دغه ونه لري او مونږ اسناد لرو نوم دې څه دی الیاس جان زم دوستای عزیز ما از دوستا رفتن اونجا یک مسئول امامه با او صحبت کردم اینجا همشهری ما سلام علیکم و علیکم سلام خوب هستید بخیر صبحتان بخیر صحت خوب بود بخیر هستید سلامت اسم مبارک احمد شاه استانکزی هستم استانکزی صاحب استاد استانکزی صاحب میبینیم ماشاءالله مجهز هستی و آمدی بخیر به طرف تمرینات والا فهمیدم این تمرینات می بسته سطح خیرخانه یگانه پارک است که همین پارک است همینجا میایم من از هتل پروان فهمیدی میایم اینجا به خاطر ورزش این حال اینجا ورزش که هست فهمیدی دو مشکل بسیار عمده داره که یکی همین پر از کثافات است این کثافات فهمیدی باید منظم شود فهمیدی جمع‌آوری شود مردم که یک فضای خوب فضای آرام فضای پاک و صفا فهمیدی تلفظ کنه که اینجا ورزش کنه دوم مسئله زیاد که فهمیدی مشکلات کلان است در اینجا بیاوی است اکثریت درخت‌ها را ما می‌بینیم اینجا بود درخت‌های میوه‌دار است کلش دارات خشک شدن است این حال ما از دولت هم دو تقاضا داریم که یک توجه جدی خود فهمیدی به خاطر همی آب بشکوه که این میار سبز دیگه بیشتر شود درخت‌ها در زیادتر در خشک شدن است خیر ببینید و دوم فهمیدی از این کثافات اکثریت جای از ولس ما تقاضا میکنیم که وقتی که نان میخوره یا مثلا میوه‌جات میخوره یا رو میخوره در چهار طرف اطراف نندازه نظافت دست هر فرد است نه به دولت نه به شهروری باید هر فرد فهمیدی که غذای خود میخوره یا مثلا بوتل خود میخوره هر چیز که میخوره بوتلای خود در جای خود برده کثافات دانی در جای ماندگی است بله و سوم مشکل نمیجه است که فهمیدی همین بعضی جایی که جای ورزشگاه مثلا والیبال است والیبال ما مقدار او نداریم فهمیدی که همونجا بیاریم پرتیم که همون جای خاکباد فهمیدی مشاگه ما والیبال میکنیم فهمیدی خاکباد اذیت میکنه برای مردم اگر نمیکنیم آب دمی جا نیست ما هتل پروان فهمیدی در بشکاو میاریم اینجا فهمیدی زیر پای خدا باشیم یک چالش بزرگ است یعنی خیلی ببین استانکزی صاحب یادآور شد ما هم میخواستیم بگوییم استانکزی صاحب خیر ببینی راست میگه یکی چالش همین نظافت است که باید همشهریای ما مراعات کنه یکی خود کل همشهری‌ها فهمید از سهمیه خود فعال بگیره بله همه چیزی که میخوره فهمیدی بیادرتون نکنه که آن شهروالی میه فلان میه موظفین میه ویری جمع میکنه باید خود ما فهمیدی نظافت خود مراعات کنیم دیگه فضای بهترین فضا است برای هر کس که بیای فضاش بسیار فراخ است و از دولت هم بسیار خوش هستیم که فهمید زمینه را برای مردم مساعد کرده و دیگه هم خواهش میکنیم که دیگه هم زیادتر کنه پیشتر کنه خوبتر کنه خیر ببینید استانکزی صاحب تشکر سلامت باشه امید که خوش گذشته باشه و خیر باشی خیلی خوشحال شدیم ما خوشحال شدیم که همین صدای ما را فهمیدی برای مردم مسئولین عوام شهر که هستند برای از ما برسانند تشکر مسئولین در این قسمت زیاد توجه کنند تشکر استانکزی صاحب وقتتان بخیر صبح خوش داشته باشین بخیر باشین استانکزی صاحب هم دیدین که چالش‌های پارک گفت یک دیشه بیاد اگر صفت که بریم همین طرف بیشتر طرف میدان ها میشه میدان است میدان فکر کنم فوتبال دوتا هست فوتسال هست کرکت هم اینجا میکنه بعضیا ببینیم که چه سخن است چی گپ است بچه هم توپا پرتین که ما هم یک شارت بزنم نه صفت باز نگویی دیگه نه کدامت یاد دارین تکره نه استادتان نه یک نفر تکره بیاید دیگه اینجا توپ از من بگیره والا هیچ کس حریف من نشد صفت اوه خدایارش یک دانه آدموسو که میاید یک جوانه بیا تو حالا بیا نه بیا هیچ گپی نیست بچه وطن بیا بخیر پیش بیا تو السلام علیکم چطور هستی؟ خوب هستی عرق دارم جانم هیچ گپی نیست خوب هستی جانم جوره وطن دار خوب هستی ذات تیره خوب هستی خراری است جای از کجاست کمی تو نه جرأتی استی همین نه شرمانی ما را نه دیگه تو گپ آقا واره ویدیوی ما نبره نه تو از ما تو گپ نیست از ما چینل ما قسم یک چینل نیست نوشک جان جای از کجاست از ولایت کابل ولسوالی شکردره از شکردره است از ولایت کابل بگی وطندار است
دیگه ما هم از سمت شمال هستیم، بچه ها معلوم میشه همین جراتی بچه ها یا از کابل می باشه یا از سمت شمال. خدا که تا از کابل خودم از کابل هستم. چطور جوراستن میبینی یک رنگ صفت یک ما اوتستیم که میبینی نمیتو. دیگه پلیس میگی براتون بکشیم. خدا یارتان بخیر باشه. چطور بود تمرین کردید؟ ما یک ذره دوش کردیم، ما یک ذره بسیار نفس خوب. داده. دی آدم هم نمی دوش نرمشه. چطور؟ تمرین دوش خودش مسلامت بود. بجزی دوش چی تمرین ها را میکنی خودت؟ بوکس؟ والا بوکسر است. صفت هم بوکسر است. همین صفت جان هم که هست، صفت هم بوکسر است. خودت هم بوکسر هستی؟ خودم هم بوکس میکنم. والا هر دوی یا دو پارت هستن. چی میگن؟ پارتنر هستن فکر کنم ها؟ هر دو ما یک بچه هم تمرین میکنیم. قهرمان وزن 57 کیلو. ماشاءالله قهرمان در پالی ما داره. ماشاءالله ماشاءالله. ما خدا قهرمانی کرده زیاد 60 کیلو آخرت. نه با خدا دو تا قهرمان. خب همین توصیه شما چی از این ملتی که مثل ما واره ما آمدیم لباس مباس نیست که تمرین کنن. به نظرتان صحت همین نرمش و همین دوش هم آدم صحتمند نگاه میکنه. نه باید صحت ورزش صحتمندی است. خیر ببینی نظرت تو چی است؟ حالا کدام نظر ندارم، خوب ورزش مفید است. هر کی باید ورزش داشته باشه، تنها مثلا بوکس نیست یا پالوانی نیست، در باشه، دوش باشه، جیم باشه، هر رشته که باشه مقصد بیس به سلامتی بدن مفید است. بسیار مفید است. تشکر. داشته باشه آدم خوب است. خیلی خوب دوش‌ها را دیگه شما کردین. ماشاءالله این سر صورتتون معلوم میشه که تر جتاشه. خب موفق باشه قهرمانای کشور هستین، افتخار میکنم. خوش شدم هم کلام شدم. این توپ ای بچه‌ها گفتن بیار یکتون دریبل کنه نکردن. از اون خاطر شما قربانتان. نه دیگه ما زورم به شما نمیرسه. خب این دو تا هم از قهرمانای بوکس بود صفت جان. دیگه این میدان بریم ببینیم، باز بعد از او گپ میزنیم. دوستای عزیز ما صفت جان می آمدیم اما تو بریم میدان ببینیم، میدان فوتبال. ولی اینجا پهلوان ها را دیدیم که بیادر تمرین و این دیگه میبینین که در ریسپان هم هست و ریسپان بازی میکردن. گفتیم یک دقیقه وقت یار بگیریم. سلام. علیکم سلام. خوب هستی بدر صحتمند؟ جان جور است. جان جور است. باش که متنکی خودمون قول بتیم. سلام صبح بخیر. خوب هستین؟ بخیر. سلام صبح بخیر. خوب هستی؟ بخیر هستین. مسابقات زون مرکز بود با تیم ملی. ما و صفت جان رفتیم را کاور کردیم از این 5 زون بود. 5 زون بود. دیگه ما و صفت جان رفتیم اونجا پهلوانا را دیدیم. او یک رقم کشتی جالب بود. حتما در یوتیوب چینل شما هم که اگر بیننده و برنامه نبودین حتما تماشا کنین. بسیار برنامه جالب بود. خب خودت پهلوان هستی؟ بله من خودم پهلوان هستم. خب ما گفتم شاید فری فایتر باشید و همین فری فایتر هم کرد گوشاش هم میداد نیست صفت. اونو هم تایید. خدا اصل هر کسی که یک رشته تمرین را پیش میبره، چی فری فایت باشه چی پهلوانی باشه چی هر ورزش دیگه باشه، باید رشته مرکزیش که از پهلوانی باید پهلوانی را داشته باشی همراه. بله. اگر تو فری فایت هم میکنی باید پهلوانی را داشته باشی، چون پهلوانی مرکزیش است. وقتی که تو پهلوان بودی باز فری فایت بسیار یک رشته آسان است، فقط یک بوکس کار داره دیگه آسان پیش میبری. ما شما نمیستر زمین هم که یک داره بگن مشت میشه پهلوان که فیزیک بالا داشتی باز. البته صفت بوکسر فی قار میشه. نه بیادر حرفه‌ای بوکسر دیگه چیزه. صفت جان قار نشی تو. خب پهلوانی که نه زور زیاد کار داره. پهلوانی که از فیزیک بالا کار داره، تکنیک تاکتیک کار داره، باید اما تو ورزش مرکزی دیگه. تو دیگه شما بخی یک پارت آمده این باش که دوستای دیگه هم خفه نشن. خب کلتان در یک کلاب تمرین میکنه؟ دیگه ما عتیق جان قاری کل ما در کلاب. عتیق جان قاری جان تو چطور هستی بیادر؟ شکر است الحمدلله بخیر باشی. یک تن از کشتیگیران انشالله این دستباز افغانستان هستیم. بسیار خواست خدا باشه دیگه. امروز روز جمعه. همین کلاب نپرسیدم. همین کلاب بگو قاری صاحب تو کدام کلاب تمرین میکنی؟ من خودم در کلاب پهلوانی افتخار تمرین میکنم و رفیقای ما جوانان افتخار هستن. و این رفیقای ما از کلاب امید پنجشیر تمرین میکنن. باز رفیقای ما دیگه امروز یک جای شدن در دوش. خیا بیادر از چند کلاب یک جای شدن. من فکر کردم که دوستا اینا شاید از یک کلاب متویان، چون یک وقت حالا شما نگوین که ما هم بودیم در کلاب خلیفه زبی بودیم، خلیفه عبدالله بیگ یادش بخیر. باز که وقت دوش این پنجشنبه جمعه کل تان بیاین دیگه باز یک پارت میشدیم
من دیگه از سیم پالوان هستم خنده نکن صفت خب خیرت من اندامم به اندامیانه میرسه. خب موفق باشید. پیامتان که کسایی که مثلا در صبح تمرین نمیکنن شما چی نظر دارین؟ صحتمند میمانن یا نمیمانن؟ خب پیام ما نمیست که به تمام مردم حداقل یک رشته ورزشی را به خود انتخاب کنن. خیر ببینید. فرق نمیکنه که فری فایت باشه یا پالوانی باشه یا بوکس باشه، هر بخشی که باشه. مقصد به خاطر از اینکه ورزش ضامن صحت است که باید به خاطر از اینکه صحتمند باشن یک رشته ورزشی را به خود انتخاب کنن. باز اگه پالوانی را انتخاب کنن نور علی نور. ما هم میگم خیبره دیگه پالوانی میبین که بوکس بریم که حالا صفت خفه نشه. صفت خفه نشدی. همراه کامرا نشان بده تو صدای تدیج توجه کمی خاص است. تشکر. صفت هم موفق باشی پهلوان. موفق باشید بچه‌ها. قاری صاحب موفقیتتان آرزوی ماست. دیگه بیا صفت که نمیشه بسیار هوا ماست یا ما چی ما خوردن از نیست. هوا میاد پیشتر از او شکایت بود. فعلا اینجا هوا ما مشاهده میکنیم. بالا و سرد است صفت خوب هوا است. خب میخوایم که کل پارک ولی فکر کنم انشالله با کلش برسه. با ما همراه باشین بریم داخل این ورزشگاه. میگه قامت خمگشته پیران نشان مرگ نیست. یک کمان 100 تیر در خاک پنهان میکند. دیوانه. یک تیر دیگه کل چند قامت دیگه در خاک پنهان. تیر در خاک پنهان میکند. واقعیت که میکند. خیلی ببینین تشکر. عجب شعری بود واقعا دیگه دمی جوانی. همیت یک تیر کمان هم بزنی که کل گیره تغییر خواهد کنه. اما قصه رستم شنیدین؟ رستم نه والا تو مگه رستم وقتی که گرفت بچه را بزند و تیر وقت کمان شد از این طرف زد سهراب از اون طرف زد. هرچی اینا کردن یا چون بدر بچه بودن و یکی دیگر نمیشناختن زورا یکی تیرو میده میشد که به هم میرسید میده میشد و چیز. خب باز آخر خوی بچه را شکست داد. حالا همو رقم یک تیر باشد که بزنی دیگه که فهمیدی از این طرف در اون طرف. چطور؟ حالا دیگه رقم تیره. حالا تیره دهم خدا یارت بخیر باشی شا. تشکر قربانتان. حتما میبینیم. بخیر باشین. بریم دیگه صفت خیمه و تو هم دیگه برای این طرف بریم چی گپ هست. دوستای عزیز دیگه فکر کنم که گپ از شعر شاعری تمی دوست ما یک شعره که زیبا را گفت امیر تمی بشنویم. هرچند که لندغر نیست به یک شعر قیافه جنگی میگه در فکر ما شدن خیلی یاد دبا شدن رای شعرام مسیر شغالان نفهمیدی اثر گوش که بابا خیمیره که نفهمیدی اثر گوش کنیم بیا دارم. والا راست میگم این مردم نگرای شعران مسیر شغالان خودش با میفهمه. خودش میفهم. بخیر باشین. یگانه اینمی جایی که صفت تصویر گرفته ما همیشه یک وقت فوتبال میکردیم پیش از اینکه پارک فعلا شکل فعلا نمیگیره. این توپ هم از فوتسال است. چطور هستی؟ خوب هستی. نامت چی است؟ عمر جان از کجا هستی؟ از ولایت منشهر. یک وطندارم صفت پیدا شد. مقصد فکرت باشه. وطندار عزیز بگو که چطور بود فوتبال حالا خوب بود. کیف کرد. اینمی تیم دیگه کلش همراه خودت است. تیم خود ماسا. ولی نام تیم چی است؟ نام تیم جوانان پنجشیر. خدا یارشون خدا. آفرین جوانان پنجشیر. دیده که فوتسال پنجشیر هم اول شد؟ تبریکتان باشه. زنده باشید. همه جوانا قهرمان هستن زحمت میکشن. بازمی پیروزی پنجشیر توانست که فوتسال در این دور رقابت ها پیروز این لیگ
برتر فوتسال افغانستان شود و این افتخار است به کلتان. انشالله شما هم یک روز این تیم جوانان رو ببرین. چطور؟ بخیر. دیدین که افغانستان هم یک خوشخبری دیگه، شما هم شاید میدیا دیده باشین شنیده باشین، میره به خاطر گرفتیم صفت جان نور آفتاب است دیگه توپ که محافظ است و همین تیم فوتسال افغانستان در 10 برتر تیم جهان آمد و همین راه یافتنش به جام فوتسال، جام جهانی فوتسال توانست که در درجه دهم قرار بگیره و این افتخار است به کل ما. خب بچه‌ها خیلی دیگه به افتخار تیمتان همیشه موفق و سربلند باشین. بخیر باشین. وقتی که تان خوش اینی هم تقدیم خودتان دیگه برین، شما دیگه به فوتبال فوتسال تان برسیم، ما صفت هم بریم دیگه. چطور؟ خداحافظ. موفق باشین بچه ها. خداحافظ. خداحافظتان. بیا دیگه صفت که میدان ببینیم. میدان مرا یاد خاطرات گذشته میاره. این میدان بود صفت جان دوستای عزیز بیننده، ما می آمدیم، البته او وقت قسم معمار نشده بود به این شکل، این جال نداشت، یک در چیز بود، سبزی هایش کم بود، اینه ماشاءالله بسیار زیاد سرسبز شده. دوستان عزیز، از اون میدان‌های فوتبال و کرکت آمدیم به این طرف. اینجا یک میدان والیبال است. صفت جان دیگه این میدان والیبال دیگه خودت امانه به تصویر بکش، ما میریم که اونو تو داخل شویم. کنار ما یکی از دوستا را داریم، بزرگوارا هستن، اینجا میایم والیبال میکنن، بیشتر همراهشان آشنا میشیم. سلام عرض ادب. و علیکم. خوش آمدین، ماندن باشین شما. خیر باشین. در گوره پارک در برخصوص در چای موسیقیانی که ما والیبال میکنیم آمدنتان خوش آمدید و خیر مقدم میگیم. بخیر باشی. رحمانی صاحب قبل از اینکه صحبت کنیم، رحمانی صاحب گفتن که اینا کارمند اسبق اداره وزارت آب و برق بودن. دیگه امروز خوب شد که آمدیم که در والیبال. خودتان مشتاق و شایق والیبال هستی؟ حتما. خود ما والیبال هستم و شایق والیبال هستم. همین گروه ماست، تایم ماست، همیشه از طرف سوپ رفیقای ما اکثرت دست سال ماست، اکثرت انجینر هستند، آجا هستند، دکتر هستند، مرواری کارمندای متقاعد است. این میجا بازی میکنیم بسیار با علاقمندی خاص. بسیار خوب. والا من رحمانی صاحب، من والیبال یک کمکی در والیبال میفهمم دیگه. هاشمی صاحب اگر صدای ما را بشنوه، رئیس مکتب است، اونا ما را یک جای والیبال یاد دادم. اما با پاس چی میگن همی کوتاره، این خوب مهارت دارم. پخچک به اصطلاح ما پاس پخچک آزفجا مدیر صاحب خوب بهتر میفهمه. دمی من خوب مهارت داشتم دیگه. اینال اینجا پاسرها چطور است؟ همگی پاسر است یا مشخص از رحمانی صاحب؟ والا اینجا خب اکثر رفیقا هم پاسر هستن، هم شوتر هستن، هم سنتر هستن، بچهای بسیار همینطور
با علاقمندی بازی میکنن. پاسرهای خوب هم داریم. ذکریا جان پاسر است. آفرین. حساب باجی صاحب خوشیوال کنم، سرویس میکنم، شوت میکنم. پاسری بسیار خوبی دارم. یکی از رفیقای ما که امروز تشریف آورده به نام خان لالا و دیگه پاسر بسیار ماهر است دیگه. بسیار ماهر است. و امروز تشریف در چانس هم خوب است. تو چطور هستی رحمانی صاحب؟ ما دیگه صاحب میدان جمع میکنیم، یکون سرویس میکنیم، یکون سن سال جواب نمیدن کاری شوت بزنیم یا راست میگی. دیگه هرچی در سن سال. هرچی در سن سال. خداوند 1000 سال داشته باشید رحمانی صاحب. دیگه بسیار خوب است نه ماشاءالله. صفت جان بگید تصویر ماشاءالله دوستا بسیار خوب والیبال میکنن. دیگه اینی نه تشود برابر نبونه رحمانی صاحب. نه. اید بلاک کرد. خب رحمانی صاحب خیلی دیگه دوستا هم یک چند شات بگیره هر کدام باز وقت داشت یک صحبت کنیم امروز. 1000 بار همین رفیقا همین گروپ هر وقت خدمت شما. قربانتان حتما رحمانی صاحب. از شما و از تلویزیون و از گروپی که در اینجا تشریف آورده بخیر باشید. از تان اصلا سپاس میکنیم جهان. بخیر باشی رحمانی صاحب. هر وقت میتونین اینجا بین. رحمانی صاحب. میتونه پورا. بخیر باشی. رحمانی صاحب ببینیم نتش چی میشه؟ همین داور اگر اسمش ذکر را گفتی؟ اینه امید است. امید جان. همین داور مرکزی وقتش زیاد نمیگیریم. همین نت از همین پرسان میکنیم. سلام علیکم. سلام علیکم. وقتت بخیر. تو رو دیگه آلو در حالتی هستی که هم باید قضاوت کنی هم مصاحبه. گپ نیست. همین نت هم مثل سابق حساب میشه که در نت بخوره توپ در بخوره. وقت حساب میشه تال نیست. حال دیگه نمیشه در بازی. فاول است. نه فاول نیست. وقت توپ در نت میخوری تا دی میدان میفته نمره است. نمره است. خیلی دیگه صفت دیگه اینی هم ایدام فهمیدیم. فعلا 5-1 است. بازی پیش رفته روان است. هاید که 6-1 دیدی که بخیر دیگه نه 6-1 فکر کنم این تیم نمره را گرفت. او تیم گرفته. صفت اشاره میکنه. خیلی صفت یک شات بگی بعد از او یک صحبت میکنیم. از دوست ما را از میدان خواستیم بیرون. سلام عرض ادب. و علیکم سلام. خوش آمدین. خوب هستین؟ بخیر باشین. یک معرفی کوتاه اگه داشته باشین. نام محمد خالد است. بعض روزا در اینجا میایم به خاطر ورزش و والیبال میکنیم امروی دوستا. بسیار خوب. استاد خالدشان که است تیمشان این طرف است و اینا 8 نمره فکر کنم پیش هستن. چند نمره ما پیش هستیم. بسیار خوب. بسیار خوب. چطور از باز ما یک رقم عادت داشتیم مدیر صاحب همین با همکارا که باز بازی میکردیم سر یکام میگفتیم اینمی دیگه مثلا یک دانه نوشابه کوکاکولا یا اسپرایت می بود. شما چطور رقم کنه میکنید که یک چای صبح میمان شود؟ گاهی چی میشه؟ گاهی به خاطر که یک چند دقیقه بشینیم و قصه کنیم و یک چند دقیقه لحظات ساعت ما تیر شود ما یک چی میکنیم؟ هم یک رواج بین خود داریم. البته هر روز نیست. گاهی مثلا 2 هفته بعد 1 ماه بعد. بسیار خوب. دیگه همین شیرچای خاص دیگه. گاهی خانه دوستا میریم، گاهی در دکان میریم. اینجا بیرون از اینجا میکنیم. استاد خالد خیر تو موفق باشی. تو را مزاحمت زیاد نمیکنیم که تیم تو کم از فعلا 3 نفره بازی میکنن. خواهش میکنم. دیگه خوشحال شدم. قربانت. موفق باشین دیگه. مدیر صاحب دیگه بچه‌ها موفق باشن همشون دیگه. اینا بسیار جالب است. یعنی یک نمره دیگه اضافه شد. بله. دیگه ما با اجازه تان میریم. از شما و از گروهتان کامرامنتان جان سپاس تشکر کردید. بخیر باشین. میدان خاکی ما تشریف آوردین. قربانتان. مدیر صاحب دیگه ممنون خدمتتون. خواهش میکنم. خوشحال شدیم هم کلام شدیم. بخیر باشین. سلامت باشین. خب دوستان عزیز ما از مدیر صاحب وقتتان خوش. موفق باشین.